تنها چیزی که درباره جزیره اپستین نمیدونی اینه که اونا دخترای زیر 18 سال یعنی دخترای زیر سن قانونی رو میدزدیدن و برده افراد پولدار میکردن. این افراد شامل سیاستمداران و خواننده ها بود، ولی آیا تنها هدف اونا از ساختن این جزیره فقط خوشگذرانه بود؟ خیر. الان سوال پیش میاد که چرا دخترای زیر 18 سال؟ بهتون میگم و هدف واقعی اونا از ساختن این جزیره چی بود؟ بنیانگذار جزیره اپستین جفری اپستین بوده که با لقب شروع شیطان یا خالق شیطان هم بهش میگفتن. بعد از ساختن این جزیره تنها هدف اونا فقط خوشگذرانی یا یه تایمی برای اشغالشون نبود، قضیه کلا فرق داشت. جفری اپستین متولد 1952 که تو شهر نیویورک به دنیا اومده. طبق گفته‌هاشون هوش خیلی خوبی تو ریاضیات داشته و میتونسته معادله‌های خیلی خوبی رو حل کنه، ولی تحصیلات اونطور موفقی نداشته. جفری بعد از اینکه هوش خودش رو تو مباحث مالی نشون میده، برای شرکت‌های مالی شروع به کار کردن میکنه و تو این راه با افراد کله‌گنده زیادی آشنا میشه و مدیریت مالی اونها رو انجام میده. تو این وسط با فردی به نام هافنبرگ آشنا میشه. حالا هافنبرگ کیه؟ طرف مولتی میلیاردر آمریکا بوده که کارش کلاهبرداری بوده. هافن میاد با جفری هرمی تشکیل میدن و کلی پول به دست میارن. حالا زیاد با این موضوع کاری نداریم، بحث هستیم و چیز دیگه است و مربوط به زندگی شخصیش نیست. گلین مکسول، زنی که خیلی به جفری کمک کرد تا نقشه‌های کثیفش رو جلو ببره. دقیقاً گلین هم مثل جفری یهود بود، ولی نه از اون معمولی ها، از اون یهودهای خر بود. حالا خانم گلین چیکار میکرده؟ تمام خریدها چه کاری انجام بدن، چه کاری انجام ندن، جزیره چطور بخرن، میشه گفت یه جورایی مدیریت کلی داشت و یه جورایی هم همیار هم دستیار اول اپستین بود. جفری تبدیل میشه به فرد ثروتمندی که مدیریت مالی را به مولتی میلیاردر دیگه یاد میده. یعنی یه لحظه فکرشو بکن، طرف تو حوض جوونیش یعنی بین دهه 20 تا 30 سالگیش با کلی افراد کله‌گنده آشنا هست و خیلی با نفوذه و خیلیاتون اونها رو میشناسید و نیازی به گفتن. چند سال بعد این موضوع که میگذره، خیلی دین نابی به سر آقای اپستین میزنه و به خودش فکر میکنه چیکار کنه و میگه بیام یک جزیره درست کنم، یک تفریحگاه درست کنم برای افراد سیاستمدارا، ورزشکارا و پولدارا و یه جایی روشون مدیریت داشته باشم. خیلی هم میگن گلین مکسول یعنی همون زنش این ایده را به ذهنش انداخته، ولی قضیه به یک جزیره وصل نیست. یعنی تهش قضیه خیلی فراتر از یک جزیره هست. داخل جزیره کارهای خیلی وحشتناکتر از این موضوع میکنن. یعنی افراد پولدار و پرنفوذ جفری رو طوری میدیدن که هر کاری که دلشون میخواست جفری براشون ردیف میکرده. یعنی از این میلایی که رو رفتیم مثل یک فرد ناشناس به اپستین میگه برام یک دوست دختر جور کن و اونم تو جواب میگه یک دختر 18 ساله روسی است که از تو خوشش اومده. اگه دقت کردین میگه 18 سال، میدونه چون اگه یه روزی این ایمیل لو بره حکم جزای خیلی سنگینی داره. و نکته جالبش اینجاست که بیشتر این دخترها زیر 18 سال هستن. یعنی طرف جوری این کارو جدی گرفته خودش و تیمش هیچ جوره به دام نیافتاده. حالا اصل مطلب اینجاست که اون دخترها چطور راضی میکردن، وعده باید میدادن، میگفتن خانواده‌تو پولدار میکنیم، کاری میکنیم دیگه از نظر مالی هیچ مشکلی دیگه ای نداشته باشی، آره تو مدل میشی. ولی فکر نمی‌کنید که این جزیره فقط برای دختربازی عیاشی باشه. نه، موضوع اصلی نیست. جفری با این کارش بزرگی یه آتویی داشته و از اون طرف مدیر مالی اون افراد کله‌گنده انجام میداده. یعنی میدونسته کی چقدر پول داره، کی چقدر پول نداره. این وسط یه جورایی رهبری میکرده و همین کارش هم طوری به اون قدرت میداده که در اداره کشور دخالت کنه. ولی قضیه این همه نبوده. بعدها مشخص شد یک سری مراسم مذهبی عجیب غریبی میگیرن. بعضی این دخترها هم ناپدید میشن. تو این مراسم اونا روحشون رو به شیطان میفروختن و بعد از همه جالبتر به اونا وارد رابطه میشدن و اونا رو قربانی میکردن. میبینید که داستان چقدر عجیب و غریب شد. اونا فکر میکردن شیطان از اونا مراقبت میکرده و با اون روح فروختن هم به این شکل بوده که اونا از شیطان میخواستن هیچ وقت پایین نیان و سران قدرت برای همیشه باشن. از طرفی این جزیره تبدیل شده بود به یک پاتوق سران مختلف که بیان دور هم جمع بشن و درباره این دنیا تصمیم بگیرن. یعنی همچین جای وحشتناک و خطرناکی بود. حتی یک فیلمی هست دختری به اسم گابریلا که ادعا میکنه ملکه الیزابت آدمخواره. ویدیوشو میذارم یه لحظه نگاه کنید. این گابریلا کی بوده؟ تو این جزیره کار میکرده و یک گارسون محبوبی بوده. از همینجا متوجه میشیم که چه جنایت‌هایی انجام شده و اونا نمیخواستن که من و تو متوجهش بشیم.
تو سال 2005 چند تا دختر 14 و 15 ساله از اپستین شکایت میکنن که به اونا تجاوز شده و بلاهای وحشتناکی سرشون اومده و خون اونا رو هر چند وقت یک باری میگرفته. خانواده از ترس تهدیدها بیشترشون پازر رو نمیذاشتن، ولی هر طور شده این مرد رو دادگاهی میکنن. حالا خود اپستین وقتی دستگیر میشه همونجا اعتراف میکنه که آره حالا من با یه دختر بودم ولی حالا خیلی پشیمونم. دادگاه هم به صورت خیلی عجیب غریب براش 12 ماه حبس میذاره. اونم چه حبسی؟ زندانش هم از روزمرگی ما خیلی بهتر و باحال‌تر بوده. صبح با ماشینش میزنی بیرون میره سر کار خودش، شب برمیگشته زندان و توی سلول بوده. اونم نه زندان معمولی، میشه گفت قصر. جفری آزاد میشه، با کمک خانمش گلین از زندانم میارنش بیرون. دادگاه هم این فرد به عنوان یک مجرم جنسی معرفی میکنه که مثلا هر جایی میره باید خودشو معرفی میکرده، مثلا آپارتمانی، هتلی یا جای خاصی تا خانواده بتونن از فرزندان خود محافظت کنن. بعد از اینکه همه فهمیده بودن چه کارهای انجام داده، این دفعه به صورت خیلی جدی‌تر و رسمی‌تر این کارو پیش میگیره. اپستین شروع میکنه به تحلیل کردن افراد مختلف و سیاستمداران که شما را لو میدم یا باید پشت من در بیایید و به من کمک کنید که این جزیره را دوباره راه اندازی کنم و همین کارم انجام میدم و یک امتیاز فوق‌العاده‌ای برای شما دارم. اطلاعات شما کاملا به شکل محرمانه است و از این به بعد کلی خوشگذرونی‌های جدیدی براتون دارم. بعد که بعضی از این عکس‌ها و ایمیل‌هاشون راه میدم. بعضی از این گندکاریاشون که میریزه بیرون دیگه بیشتر از این نمیتونم تو ویدیو بگم، چون یا ویدیو بند میشه یا به درست حسابی نشون داده نمیشه. ولی اینطور بگم هر چی که فکر میکنی یا هر چیزی که به ذهن تو میرسه 10 برابر بدترش انجام داده. تقریبا 10 سال بعد از این موضوع که میگذره دوباره خیلی از خانواده‌ها شروع میکنن به شکایت کردن از جفری اپستین تا اونا رو دستگیر کنه. ولی این دفعه جفری رو به جرم آدمربایی و تجاوز به حداقل 30 دختر زیر 18 سال دستگیر میشه. ببینید چقدر باید پرونده محکم باشه که اینو دستگیر کنن و فکر میکنید چقدر بوده که فقط 30 موردش لو رفته. حالا نکته جالبش اینجاست که این دفعه دخترها رو با بعد نمیبردن، رسما اونا رو میدزدیدن، یعنی یه جورایی قاچاق انسان انجام میدادن و نمیدونم چیزی درباره اینکه با خون بچهای کم سن و سال وسایل آرایشی درست میکردن و در مورد جوانسازی شنیده باشید یا نه. دادگاه و افراد مختلف از ترس اینکه جفری اپستین تقریبا تبدیل شده بود به مهره سوخته شاید اونو هم لو بده اونو محکوم به حبس ابد میکنن. توی یکی از زندان‌های شهر نیویورک این داستان‌ها ادامه داره تا اینکه 2 هفته بعد از این ماجرا خبر میدن که جفری خودکشی کرده. بعضیا میگن اون به دست افراد قدرتمند کشته شده، ولی نظر منو بخواد اون نمرده، ولی این بار از رایانه‌ها مخفیش کرده، چون این فرد خیلی بانفوذ بوده و اطلاعات خیلی محرمانه‌ای از افراد داشته و خودسر نمیذارن بگی که طرف مرده و اطلاعات فاش شده باشه. که سلولی که جفری اپستین داخلش بوده 4 دوربین مداربسته 24 ساعته داشته و چند تا نگهبان هم به صورت شبانه روزی اونو زیر نظر داشتن. قسمت عجیب ماجرا اینجاست که طرف خودکشی کرده و داستان‌های زیادی به وجود اومده که زنش گلین از گروه‌های موسا بوده، چون پدرش جزئی از اونا بوده و جاسوس بوده و یه جورایی با جفری اپستین جاسوسی کردن و اطلاعات دنیا رو گرفتن. با این کار تونستن که دولت‌های مختلف دست داشته باشن، یعنی یه جورایی کل دنیا رو زیر نظر داشته باشن. با این حال گفتن جفری زنده است و چند تا عکس ازش رو رفته که طرف داخل اسرائیل و یک هویت جدیدی براش ریختن و کارش تمومه. تا پرونده بعدی بدرود.